سلام، من علی حاج محمدی هستم از تیم همیار وردپرس. وردپرس تا چند سال پیش به عنوان یک سیستم وبلاگ ساز معرفی میشد. یعنی امکاناتش در حدی بود که میتونستیم باهاش یه وبلاگ ساده شخصی داشته باشیم. ولی با پیشرفته شدن بستر برنامه‌نویسی و مستنداتش و به وجود اومدن یک سیستمی به اسم ووکامرس به عنوان فروشگاه ساز، وردپرس از سیستم وبلاگ تبدیل شد به سایت و به یک فروشگاه ساز بسیار قوی مجهز شد. من بین همه انتخابایی که واسه فروشگاه ساز و سیستم‌های افزونه‌ها مرتبط با وردپرس واسه فروشگاه ساز داشتم، ووکامرس رو انتخاب کردم. با اینکه خیلی مقاومت داشتم و اصلا nemiتونستم خودم باهاش سازگار کنم، ولی ووکامرس رو انتخاب کردم چون دیدم که اولا که رایگانه، تستش مجانیه، لازم نیست هزینه‌ای پرداخت بکنیم. و بعدش هم اینه که زبونش کاملا فارسیه، تاریخ شمسیه و اینکه فرایندهایی که توی سایت اتفاق میفته کاملا ساده است. یعنی مشکل من این بود که چطوری محصول بذارم، چطوری کاربر بیاد بخره و چه فرایندهایی رو باید طی بکنه، که تستی که کردم دیدم فرایندش بسیار ساده است. و یه خوبی دیگه این که داره این درگاه ها و اون سیستم های پرداختش که کاربر بره پرداخت کنه و این پوله بره واریز بشه به حساب ما، به صورت ماژول بیسه و درگاه های ایرانیش هم به وجود اومده. یعنی ما میریم با یه بانک قرارداد میبندیم و روی سایتمون ست میکنیم، هر کسی که خرید کرده از سایت ما هزینهش واریز میشه به حساب ما. و یه اتفاق خوبی که افتاده این که با سیستم پستی ایران، با سیستم‌های پرداخت در محل کاملا ست شده، با سیستم‌های پیامکی کاملا ست شده. کسی که یعنی خریدی انجام میده، کد رهگیری و اسم محصول و هزینه‌ای که پرداخت کرده میتونه واسش SMS بشه. و حتی واسه مدیرای فروشگاه به این صورت کسایی هستن که کسب و کارهایی دارن که دائم پشت کامپیوتر نمیتونن باشن، میتونن این سیستم پیامکیشون رو ست بکنن روی گوشیشون، هر وقت خریدی انجام شد بهشون پیامک میره و میتونن محصولشون رو آماده کنن واسه اون فرد بفرستن. یه ویژگی خوبی که داره، برنامه‌نویسا خیلی پلاگینای خوبی واسه بحث بازاریابی ایجاد کردن. یعنی واسه بحث آپسلینگ، بیش فروشی، یه عالمه پلاگین هستش که حالا رایگان یا با قیمت‌های خیلی خیلی پایین میتونید تهیه بکنید. یه عالمه پلاگین هستش واسه بحث ایمیل مارکتینگش، یعنی یه کاربری یه محصولی رو خرید بتونیم ادامه دار پشتیبانی کنیم، فالو بکنیم، دنبالش بکنیم. و یه اتفاق خوبی که داخل ووکامرس افتاده این که پشتیبان‌هاش فقط یه نفر و یه تیم توی ایران یا جهان نیستش. شما هر وقت یه توسعه‌ای بخواید که یه از پس اون تیم پشتیبان سایتتون برنیاد، میتونید حتی خودتون اگه علم برنامه‌نویسی دارید توسعه بدید یا برید سراغ شرکت‌های خارجی و این کار رو انجام بدید. من ووکامرس رو به عنوان سیستم آموزش آنلاین، سیستم فروشگاهی سایتمون انتخاب کردم چون واقعاً گزینه خوبی بود، گزینه راحت در دسترسی بود و اینکه هر وقت بخوام توسعه‌اش میدم. به نظرم اگه میخواید فروشگاه اینترنتی راه اندازی بکنید، حتما همین الان ووکامرس رو دانلود بکنید و روی سایت اصلی یا روی سایت تستیتون حتما تستش بکنید. احتمالش هست، احتمال بالایی میدم که نظر شما به نظر من نزدیک باشه و ووکامرس بشه بهترین سیستم فروشگاه ساز شما. مرسی که همراه ما بودید.